بشم نسیم مسلیح شروع میکنیم. دوستان عزیز خوش آمد میگیم به تمام دوستانی که ما رو از شبکه درخت زندگی میبینن و از یوتیوب و کانال های مختلف واتساپ. این شبات پارشای خیلی قشنگی داریم به اسم پارشای ناسو و در پارشای ناسو داستان های مختلفی داریم درباره که اولا بچه های اهرون و در مورد که لویا چجوری میشکان رو حمل میکردن و بازم داریم درباره دو تا داستان خیلی جالب که شاید اصلا به هم ربط نداشته باشه ولی ما به هم ربطشون رو میگیم و ربطشون رو میدیم به شاووت، چون که معمولاً پارشای ناسو بعد از متن تورا میخونیم. معمولاً من چک کردم مثل که هر 25 بار یک بار ممکنه پارشای بهلوتخا باشه ولی معمولاً همیشه ناسو. اوکی، حالا شروع میکنیم. تو این توراهایی که داریم، توراهای قهوه‌ای هست، صفحه 369. قبل از اینکه بازش بکنیم باید من بهتون یک مقدمه بدم که بدونیم که مثلا ما الان داریم درباره چی میخوایم حرف بزنیم. الان تورا درباره یک کیس خیلی جالب میخواد به اون یاد بده، درباره زن سوتا. زن سوتا چیه؟ اگر یک مردی خانمشو میبینه که با یک کسی دیگه داره حرف میزنه و میبینه فکر کنه این داره مبیز چیرینگ آنیم، داره باش و مرده است و یک کمی غیرتی میشه، میاد به خانمه جلوی چند نفر اخطار میگه خانم جان نگاه من دوست ندارم تو به این آقای حرف میزنین لطفاً پلیز. و بازم خانمه میره و حتی توی هتل روم میبینن دو تا شاهد میبینن که این خانمه با همون مرده رفتن توی هتل روم، رفتن توی اتاق و الان ما نمیدونیم که چه خبر شده و فقط شاهدان میان شهادت میدن به شوهر، میگه آقا شوهر خانم تو ما دیدیم که رفته توی این اتاق توی این هتل روم با همچین شخصی. الان ما نمیدونیم که آیا این خانم گناه کرده یا گناه نکرده. اگر که گناه کرده باشه یعنی با اون مرده باشه وقت به شوهر خودش آسوره، به شوهر خودش آسوره، یعنی مرده باید خانمه رو طلاق بده بره بدون کتوبه، طلاقش میده زنه میره. ما زنه رو نمیکشیم، بعضی فکر میکنن نه زنه رو میکشیم، نه زنه رو نمیکشیم. بعد طلاقش بده یا خودش طلاق حساب؟ نه طلاقش باید بده، طلاق باید بده و ما زنه رو نمیکشیم. چرا؟ چون که باید دو تا شاهد داشته باشیم در موقع عمل که اینو دیده باشن و به زنه اخطار بدن در موقع عمل که گیر نمیاد کجا دو تا شاهد داریم زیر اونجا برم موقع عمل. و پس اگه زنه خودش بیاد بگه که آره من با این آقای مرده رفتم ما فقط به این خانمه که تو گتشو میگیم خداحافظ شو. حالا ما نمیدونیم که آیا واقعا این خانمه گناه کرده یا گناه نکرده. اوکی، به خاطر که نمیدونیم الان این زنه آسوره به شوهره، زنه الان آسوره چون که دو تا شاهد اومدن شهادت دادن، زنه الان آسوره. بعد ما باید تورا میاد اومده یک کاری به ما، یک چاره‌ای گذاشته، گفته تو زنت رو شک رو تو آسوره، نمیدونی چیکار کنی، طلاقش بدم طلاقش ندم، مادر بچه‌ام چیکار کنم؟ میگه میتونی بیاریش توی بیت المقدس و یک کاری میکنیم که من اونو چک میکنم که ببینیم که آیا گناه کرده یا گناه نکرده، آیا پاکه یا ناپاکه. چیکار میکردن؟ خانمه رو میآوردن توی بیت المقدس و به این خانمه یک آب مخصوصی میدادن، آب بیت المقدس، و روی اون یک کمی خاک میریختن، خاک از بیت المقدس میریختن و میومدن یک جزوه‌ای
نوشته بودن که اسم هشم روش هست و از تورای این هفته است. اون جزوه رو می نوشتن که جزوه توش یک نفرینه. به این خانم میگه خانم جان تو بیا و اعتراف بکن. اگه عملا انجام دادی اعتراف بکن، طلاقتو بگیر برو. اگه عمل رو انجام دادی اینو بخوری خیلی واقعی بدی واسط پیش میاد. چی میشه؟ پاد میفته، شکمت باد میکنه، یک مرگ خیلی بدی جلوی همه میبینی. و این نفرینه رو مینوشتن روی یک پوست و اسم هشم هم توش بوده و این پوسته رو توی آب میچرخوندن و حل میشده. جوهره توی این آب حل میشده. الان این آبه چون که قسمتی از تورات توش بوده و اسم هشم توش بوده، این آبه الان یک قدرت مخصوص میگیره که این آبه اگه خانم بخوره و ناپاک باشه همون بلاه ممکنه سرش بیاد، شکمش باد میکنه، پاش میفته. It's a very dramatic thing. Okay? این به طور خیلی مختصر این داستان خانم سوتای. By the way ما میدونیم فقط 2 تا قربانی هست توی بیت میقداش که از جوه. 2 تا قربانی از جوه. همه قربانی اگه آردی باشه همش از آرد گندم اعلا که یعنی واقعا خوب علک شده، گندم عالی. این جوه. 2 تا جوها چی هن؟ یکیش قربان عمر که روز دوم عمر می آوردن، این از جو بوده. و این خانومه هم وقتی که میاد پلوی کهن شوهرش میاد یک قربانی جو میاره. و چرا جو؟ چون که جو خوراک حیوانه. معمولا مردم جو نمیخورن. اینجا تو بهمون میگه که این زنه ممکنه یک کار حیوانی کرده، یک کار بدی کرده، اینم غذای حیوانی میاره که نشون بده ساتان. اوکی، این به کلن این شد داستان خانم سوتا. قشنگ پاراگراف بعد تورا شروع میکنه از داستان یک نفر دیگه، از داستان آقا یا خانم ناظیر. ناظیر کیه؟ ناظیر یک آدم معمولیه مثل من و شما. این نمیخواد کهن باشه، نمیخواد چیز باشه، یک جویش معمولی. این آقای معمولی میخواد خودشو به هشم نزدیک‌تر بکنه. چیکار میکنه؟ میگه من میخوام خودم یک لیمیتیشن هایی بذارم، خودم یک محدودیت هایی بذارم که خودم رو طاهر بکنم. چیکار میکنه؟ این ندر میکنه که هیچ چیز از انگور نخوره. یعنی نه انگور، نه آب انگور، نه هسته انگور، نه روغن هسته انگور، نه یعین، هیچ چیزی از انگور این طرف نمیخوره. بعدش تامه هم نمیتونه بشه. دست به مرده نمیتونه بزنه. دست به اگه هشم رحم بابا مامانش فوت بکنه یا اگه کسی دیگه فوت بکنه این دست نمیزنه. و برای اینجا باید بگیم که این دورتوراس لیلوی نشمت بینیامین جلال بن ماشالله. این آقای ناظره به مرده نمیتونه دست بزنه، به مرده دست نمیزنه و موهاشم کوتاه نمیکنه. البته باید بگیم توی گمارای ناظیر 3 نوع مختلف آدمای ناظیر رو میاره. 3 نوع مختلف ناظیر هستن که گمارا میاره. یکیش هست که این آقای ناظیر علامه. ناظیر علام یعنی چی؟
نظیر اولام یعنی این میتونه موهاشو هر 30 روز به 30 روز که کمی کم بکنه، میتونه کم بکنه. اگه مثلا یک سال گذشته این موهاش رو میتونه کم بکنه ولی تامه نمیتونه بشه. وقتی هم موهاشو کم میکنه اون موقع باید قربانی بیاره، ولی این چیزش ادامه پیدا میکنه. میفهمین؟ ناظیر معمولا گفتیم موهاشو نمیتونه کات بکنه اصلا. این آقای اگه بگه من ناظیر و اولام هستم، موهاشو میتونه کات بکنه ولی باید قربانی بیاره، یه قربانی مخصوص هست برای و بعدش ادامه میده به ناظیر بودنش تا آخر عمرش. ولی هنوز این تامه نمیتونه بشه. یه نوع ناظیر دیگه داریم، ناظیر شیمشون. شما شیمشون رو، داستان شیمشون رو همه‌تون میدونین، توی هفته‌های این هفته هست. شیمشون توی هفته رو نگاه بکنین میگه که رفت و فلسطینی‌های زیادی رو کشت. پس این آقای شیمشون آدم کشته، به جسد دست زده، ولی ناظیر شیمشون تامه نمیشه. یعنی میتونه آدم بکشه، میتونه کاری بکنه، فقط نمیتونه یعین بخوره و موهاشو باید دراز بکنه، ولی این تامه رو این نیست. و یک ناظیر دیگه داریم که ناظیر لعولام. این از دوتاش سخت داره، یعنی نه میتونه موهاشو کات بکنه، نه میتونه به مرده دست بزنه. این آقای ناظیره. درست شد؟ پس 3 نوع ناظیر داریم. یکیش که ناظیر اولامه، این 30 روز میتونه هی هرکات بگیره ولی بعدش بعد قربانی بیاره، بعدش میتونه چیزشو ادامه بده. یکیش ناظیر شیمشونه که هرکات نمیتونه بگیره ولی دست به مرده میتونه بزنه. و یکیش هست ناظیر لعولام که نه دست به مرده میتونه بزنه نه دست به نه موهاشو بکنه. درست شد؟ اوکی. این آقای ناظیره ما. Any questions so far? Definitely. ما ناظیر زیاد داشتیم. توی موقع بیت همیقداش حتی یک اتاقی بوده توی بیت همیقداش که بهش میگفتن لشکر ناظیر. که ناظیر وقتی که تایمش تموم میشه، ناظیر یک ندره. معمولا اگه طرف میگفته من میخوام ناظیر بشم، معمولا فقط واسه 30 روزه. شما میگی من میخوام ناظیر بشم، اوکی 30 روز تو ناظیری. بعدش بعد بیاد موهاشو کات بکنه، بعد کارهای مخصوصی بکنه. یک اتاق داشتن توی بیت المقدس فقط مخصوص این آقای ناظیر، یعنی خیلی very common، خیلی رواج داشته. اگه یک اتاق تو بیت المقدس گذاشتن فقط مخصوص آقای ناظیر، پس خیلی خیلی کامله. درست؟ اوکی. حالا ما میخوایم ببینیم تو را معمولا اگه یک چیز بغل یک چیز دیگه میذاره، یک ربطی بین اینا دوتا هست. آیا ربطی داره داستان سوتا؟ یک زنی که مرده به شک میکنه میارتش به بیت همیقداش، و آقای ناظیر که رو خودش عهد میکنه که من شراب نخورم. ناظیر زن و مرد نداره؟ ناظیر زن و مرد نداره. نه. خب اگه ناظیر زن بوده شوهرش میتونه بیتور بکنه؟ I don't think so. وقتی بشنوه I don't think so. بعد چک میکنیم. نداره میتونه وقتی شوهر میشنوه اگه شوهر چیز کنه باطل بکنه، زنه خب باطل میشه ندارش. I understand ولی من نمیدونم روی ناظیر رو. بعد بپرسیم. Good question. سوال خیلی قشنگه.
سوال خیلی باشه. 2-1 به نفع 2-1 به نفع شما. اوکی، پس آیا فکر می‌کنین ربطی هست بین این خانومه و این آقاه؟ حتما باید باشه. حتما. راشی میگه چرا این بغل همه؟ گمارا میگه اگه یک نفر توی بیت المقدس هست و میبینه به این خانومه اینقدر خفت میکنن، اینقدر زجرش میدن، آوردنش بیت المقدس خیلی باعث خیلی شرمه، جلوی همه دارن آوردنش اینجا، دارن بهش میگن که تو با یک مرد دیگه بودی، خیلی شرم آوره، اسمش همه جا میپیچه، اصلا خیلی شرم آوره. و معمولا تمام اینا از کجا شروع میشه؟ از یک سلام علیک معمولی بین این خانومه با یک آقای دیگه، از یک درینک معمولی توی بار، این یک آقایی توی بیت المقدس این خانومه رو میبینه که اینقدر خفت میکشه، میگه واه همه اینا شروع شد به خاطر یه شراب که این زنه با مرده خورد، پس من دیگه دست از لب به شراب نمیزنم. اینجوری معمولا طرف کیس نازین معمولا اینجوری میتونسته بشه که طرف میومده میگه که اوه یک کسی اومده همچی سناریو رو میبینه، میگه اوه من اصلا خودم نمیخوام هیچ وقت توی این تله بیفتم، من اصلا خودم رو میکنم نازیر که اصلا هیچ وقت گره همچی یه سرهارایی نخورم. همیشه هم با شراب خوردن شروع نمیشه. You're right. همیشه با شراب خوردن شروع نمیشه. You are absolutely right. همون صحبت کردن و درد دل کردن. باره بعضی موقع با تکیلا شروع میشه، ولی نازیر تکیلا میتونه بخوره. به خاطر از انگور نیست. Yes. فقط میگه به انگور. اوکی. ولی میبینین پوینت نازیر چیه؟ پوینت نازیر اینه که یک آدم معمولی میخواد رو خودش کار بکنه. آدم معمولی، این نه کهنه نه چیزی، آدم معمولیه، گفته من میخوام رو خودم کار بکنم. و چیزی که هشم درباره نازیر میگه چیه؟ درباره نازیر میگه خیلی جالبه، میگه نظر الوکاب اروشو کجاه؟ اینا این نازیر by the way معنیش مثل تاجه، چون که طرف با همچی کاری که میکنه خودشو میخواد مقدس بکنه، زهر میگه انگار تاج درست کرده واسه هشم، اینقدر هشم اینو دوست داره، میگه واو تو اومدی هیچ چیزی که واسه خودت اوکی بوده زدی کنار که اصلا هیچ وقت گناه نکنی. واو that's amazing. الان نازیر نداریم. چرا؟ چون نازیر وقتی که ترمش تموم میشده باید قربانی می آورده، قربانی نداره. اینا که مخمیر میگیرن مثلا یه سری چیزایی رو شبیه به نازیر نیست؟ No, نازیر is very special. ندر میکنه، یه ندر میکنه. یا مثلا یه چیز سخت، مثلا منگوله میزنه. منگوله میزنه. نه این خمرای خودشه. I don't think that's نازیر. نگاه کنید درباره نازیر چی میگه. این صفحه 371 الان ما فصل 6 هستیم، پاسخ 7 میگه به پدرش و مادرش، به برادرش و به خواهرش طامع نکند خود را به آنها در مردنشان، چون تاج خدایش بر سرش می باشد. نظر الوها، تاج خدا رو سر آقای نازیره. پس نظر از اون میره، نه از نظر. آره نظر یعنی تاج. exactly.
نه حالا من میخوام نازی رو با آقای کوهنگادول مقایسه بکنیم. درباره کوهنگادول هم یک همچه حرفی زده شده، ولی بریم اونو نگاه بکنیم. اون هست صفحه 328 توی پارشای امور. توی پارشای امور فصل 21 پاسوق 12 صفحه 328 توی این تورای قهوه‌ای توی ویگرا پارشای امور همون علیای اول فصل 21 پاسوق 12. این درباره آقای کوهنگادول اینجا داره حرف میزنه. از بیت المقدس خارج نشود و خار نکند خانه مقدس خدایش را، چون تاج قدوسیت روغن مسح خدایش بر او قرار دارد. اینجا نگاه ابریش بکنین. نظر شمن میشخد الوهاو. نظر شمن میشخد الوهاو. ولی درباره نازی چی گفت؟ نظر الوهاو. اینجا آقای کوهنگادول باید رو سرش یک روغن مخصوصی بریزن. این 2 تا استپ میخوره تا برسه مثل نازیر. نازیر نظر الوهاو، تاج خدا رو سرشه. این نه، این اول باید روغن بریزی رو سرش، بعد یه کاری بکنی تا تاج خدا بیاد رو سرش. یعنی چی؟ یعنی نازیر از کوهنگادول بالاتره. میفهمی؟ نازیر نگاه کن، کوهنگادول نظر شمن میشقد الوهاو، 2 تا کلمه هست بین نازیر و الوهاو، ولی درباره نازیر نوشته نظر الوهاو. اینو من یاد یه چیز میندازه، ما اسرائیل‌ها و ملاخیم که اونا بعد 3 تا قادش میگن تو هشم برسن. ما شما اسرائیل که میگیم لغت سومیش هشم، ما زودتر هشم میگیم. اونا بعد 3 تا قادش میگن تا به هشم مثلا 4می رو میگن، اسمش ما سومی رو میگیم مثلا. Yeah. So it's kind of equivalent. Should I say it? It's a very nice خیدوش. جلو میزنه. ها؟ 3-1 شده. 3-1 شد. من هرچی چی نمیگم. نشما رفته بالا. So شما از وسط زمین گل میزنی و با پنالتی گل میزنی. So چی شد؟ پس الان ما رابطه بین سوتا و نازی رو پیدا کردیم که اگه کسی همچی خفتی میبینه، حالا نه فقط واسه سوتا، واسه هر کسی، یه نفر میبینه که که الکالیک خیلی بدجوره، میگه اوه من نمیخوام مثل این باشم، من خودمو میکنم نازیر، خودمو میارم کنار، I'm not gonna touch alcohol، اصلا دست نمیزنم. میبینین این خودشو برده بالا. یه نفر رو میبینه که رفدیل بچهش رفته پابلیک سکول، زن گویم گرفته، او نو وی، من بچه‌م هیچ وقت نمیفرستم پابلیک سکول، میفرستم جوش سکول. میبینی یک اتفاقی دیده و به خاطر اون اتفاقه داره زندگیشو عوض میکنه. میفهمین؟ حالا خسیدیم یه چیز خیلی جالب میگن، میگه دلیلی که تو اونجا بودی اون روز که اون اتفاقو ببینی، هشم میخواسته که تو اونجا باشی در اون موقع که این اتفاقو ببینی، مسیجو بگیری، به جای که اون اتفاق رو خودت بیفته رو یکی دیگه افتاد ولی تو مسیج رو گرفتی. That's true. الان همینه. الان اتفاق خدای نکنه بعد آدم میفهمه با اینکه خودش داره مسیج به تو هم هست. مسیج به تو هم هست. That's نازی. میبینه ها، دیده اوه شوت این طرف رفته، اوه نگاه اگه منم مثل این خط این باشم I'm gonna wind up the same way. این یک کمی زندگی خودش رو عوض کرده، نه به بدی نمیرسه، هشم میشه نظر الوهاو. اوه واو، تو از کوهنگادول رفتی زدی بالا.
all because of one small یک چیز کوچولویی که تو زندگی انجام دادی. اوکی من از راب این میتوه رو میخوام بهتر انجام بدم، یا این میتوه رو میخوام شروع بکنم، یا اینو میخوام شروع بکنم، این کتابه رو میخوام شروع بکنم. یک چیزی رو تو زندگی تغییر دادی. میفهمید؟ This is the crazy thing about Nazir. This is the crazy thing about Nazir. حالا ربط پاراشای ناسو، داستان سوتا، داستان نظیر به شابوت چیه؟ کجای دیگه تورا داریم که یک چیزی هست مثل داستان یا سوتا یا نظیر؟ متن تورا. کجای متن تورا داریم؟ شکندن نخود. اوکی شکندن نخود چی شد؟ ازدواجی بود که عشان ما چیت کردیم very good. بعدش چی شد؟ بعدش چی شد؟ سوالیه چی؟ حتما چی نمیدن؟ به این پارشای کیتیسا. به این پارشای کیتیسا من مشروب خوردم زیاد فکر می‌کنم اینه که نباید مشروب بخوری. اینه که ناظر وقتی میگه نمیخورم به خاطر اینه. به خاطر اینه. خب ما الان پارشای کیتیسا هستیم. توی این تورا هست صفحه 235. توی شموت هستیم فصل 32 پاسوق 20. اولا از پاسوق 17 شروع کنیم. از پاسوق 17. آره اوکی. شنید؟ پس الان موشه ربینو کجاه؟ توی کوه. چه روز بعد از که متن تورا بوده؟ اسرائیل پایین دارن. اسرائیل نبوده، ارواو داره ایگر با ایگر هست و هشم به موشه میگه برو پایین و اینجاست که موشه لوحتو میشکنه. به عزت هشم یه بار دربارش خیلی مفصل میگیم که چرا شکست لوحت، ولی اینجا شیواسر تموز بوده. exactly. پاسوق 17. شنید یهوشوع از صدای افراد قوم را در فریاد زدنشون و گفت به موشه صدای جنگ است در اردوگاه. گفت یعنی موشه گفت نه صدای فریاد قدرتمندان و نه صدای فریاد ضعیفان. یعنی صدای جنگ نیست، صدای رنج آور من میشنوم. واقع شد هنگامی که نزدیک شد به اردوگاه دید آن گوساله و پایکوبی ها را و برافروخته شد خشم موشه و انداخت از دستهایش آن لوحه ها را و شکست آنها را در پای کوب. گرفت گوساله ای را که درست کرده بودند و سوزان در آتش و آسیاب کرد تا اینکه به گرد تبدیل شد و پاشید بر روی آب و نوشان به فرزندان اسرائیل. پس چیکار کرد موشه؟ موشه اومد پایین ایگر رو میبینه. ایگر رو چیکار میکنه؟ ایگر رو ذوب میکنه تو آتیش، بعدش آسیابش میکنه و گردش میکنه و گرده رو پاشید روی آب. یادتون هست گفتم روی سوتا اول بعد آبه باشه بعدش خاکه. این قانون سوتاه. چرا؟ اینجا گرده رو انداخت روی آب. اوکی؟ و بعد این چیزه رو، این معجونه رو داد به اسرائیل، داد به آدم ها که بخورن. چرا؟ چون که قشنگ مثل سوتا بودن. اگه آدم میدیدن
اولا یه چیزی ما باید این قسمت بگیم. یه چند پاسخ بعد در پاسخ 27 هم نگاه بکنیم. 27 همون صفحه. خب گفت به آنها، الان موشه اومده به مردم داره میگه، نه امثال الان موشه داره به بچه های لوی میگه. گفت به آنها اینطور است، اینطور گفت هشم خدای اسرائیل، قرار دهید هر مردی شمشیرش را بر رانش، یعنی شمشیرتون رو غلاف کنید، عبور کنید و برگردید از یک دروازه به دروازه دیگر در اردوگاه، یعنی محاصره بکنید و بکشید هر مردی و بکشید هر مردی برادرش و هر مردی رفیقش و هر مردی خویشاوندانش را که بت پرستی کردند. انجام دادن پسران لوی بر طبق سخن موشه و افتادن از قوم در آن روز در حدود 3000 نفر. چی شد؟ اینجا تو را میگه که چی؟ اینجا تو را میگه که بچه های لوی اومدن آدم ها رو کشتن. قبلش تو را میگه که موشه اومد این آبه رو بهشون داد. کدومشه؟ آب بهشون داد، با شمشیر کشتنشون. چی شد؟ نه آبه باشو بمیرن. آبه آره میگه. اوراخای میگه 3 نوع آدم بودن. 3 نوع آدم بودن. یکی بوده که عملا شرکت کرده و مردم بهش اخطارم دادن. آقا جون این چیزا رو که درست کردن، این بوتا رو که درست کردن نرو دنبالش، این به درد تو نمیخوره، این بت پرستی. بهش اخطارم دادن، این طرف گفته نه به من کاری نداشته باشی. این چون اخطار خورده چیکارش میکنن؟ با شمشیر اخطار خورده بت پرستی کرده، با شمشیر میکشن. اینه که میگه تقریبا 3000 نفر مردن. بعدش آدمایی داریم که ما دیدیم بت پرستی کردن ولی اخطار ندادن، اخطار بهشون ندادیم، با اونا آب میدیم تا ببینیم که واقعا قلبشون کجا بوده. بعضی هم هست که نه ما دیدیم فقط تو دلشون بوده، اون هشم تکرشون میکنه، اون ما دست ما نیست. ولی آدمایی که اخطار نخوردن چی رو میخورن؟ آب رو میخورن. قشنگ مثل سوتا همش شکه. مرد شک داره آیا این زنه انجام داده یا انجام نداده. اونجا اسرائیل ها همینجور بود، شک داشتن. موشه شک داشت آیا شما انجام دادین یا انجام ندادین. این آبه توسط این آبه معلوم میشد کسی که کرده بود فوت میشد وگرنه زنده بود. So exactly like this میبینین که داستان سوتا و داستان متن تورا قشنگ شبیه همه. پس اینه که حالا چرا همشو با هم بزنیم. چرا ما بعد از شابوت داریم درباره سوتا میخونیم، درباره نازیر میخونیم؟ چون که آدم ها میان میگن متن تورا خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، هشم حرف زد، ما 2 تا از حرفا رو از طرف هشم شنیدیم، مردیم، هشم ما رو زنده کرد، بعدش موشه رفت بالا، بقیه تورا آورد، بعدش اسرائیل بت پرستی کردن. آقا شما هی میگیم متن تورا شابوت، ولی نتیجهش بت پرستی بود. چی شد؟ نتیجهش چی شد؟ هشم اومده میگه اوکی درسته اون موقع متن تورا همچطوری بود، نتیجهش بد بود، ولی الان من دارم به تو چاره میدم. چاره چیه؟ که همون جوری که سوتا یه نفر دید عوض میتونه بکنه، میتونه خودشو به لول بالاتری برسونه، تو هم الان این پاراشا رو که میخونی اگه ناظیر بشی، اگه رو خودت کار بکنی،
من تو رو میبرمش درجه خیلی بالاتر، درجه حتی قبل از ایگل و حتی الان من یه چیزی بهتون میگم قدوش خیلی قشنگی از شلاح کادوش میگه چی؟ میگه من شما رو میبرم به درجه آداماریشون قبل از خوردن میوه. چجوری؟ خیلی ها کسی که ناظیر میشه هشم رو این حساب میکنه که انگار میبرتش بالا، اینقدر لول بالایی میرسه مثل لول آداماریشون قبل از که میوه رو بخوره. چرا؟ میگه ژاکادوش میگه تمامه و اوراخایم هم اینو میگه تمامه بدبختی ها شروع شد از آداماریشون که این میوه رو خورد. میوه چی بود؟ روش بحثه، توی سندرین روش بحثه که آیا میوه بعضی میگن که گندمه، بعضی میگن که انجیره. طبق یک عقیده این انگور بود که خوا اومد واسه آدم داشت آبشو مینیخت، داشت یعین درست میکرد. No, سیب توی گمارا اصلا اسم سیب نمیاد. سیب زه گوشه باید. سیب زه گوشه باید. ولی آدم وقتی ناظیر میشه هشم میبرتش بالا لول آداماریشون قبل از خطا. مذهب میگه چی؟ میگه دست به انگوره نزن، دست به اسهدعت نزن. انگوره اسهدعته، دست به اسهدعت نزن. بعدش تو خودت نمیتونید ماتامه بکنی. چرا؟ چون که بعد از که آدم میوه رو خورد اون موقع چی اومد تو دنیا؟ مرگ. اون موقع مرگ اومد تو دنیا. رایت؟ هشم گفت که از این میوه که خوردی الان از خاک اومدی، از خاک هم برمیگردی. هشم مرگ آورد تو دنیا. الان این به لولی میرسه قبل از آداماریشون که میوه رو بخوره. هشم بهش میگه تو حق نداری دست به مرده بزنی، چون که توی لول تو مرگ وجود نداره. دیدی گرت؟ توی لولی که تو هستی، لول آداماریشون هستی، قبل از که میوه بخوره مرگ وجود نداشت. بعد از که میوه خورد مرگ اومد تو دنیا. جهشم داره میگه تو انقدر به یک لول بالایی رسیدی که تاج من رو سر توه، نمیتونی دست به مرده بزنی، چون که اصلا تو لول تو مرگ وجود نداره. There is no such thing as tomorrow. There is no such thing. You're such a high level. و همش از چی شروع شد؟ که یک اتفاقی دید و روی خودش عوض کرد. خودش رو یک کمی عوض کرد. این مسیج ناسوه. شاوات اومدیم متن تورا گرفتیم. We got all the Torah, but now we have to do it. میگه تو شاوات عروسی ما بود با تورا، ولی خب حالا که ما زن گرفتیم، تورا گرفتیم، آیا با زنمون میمونیم؟ آیا با تورای میمونیم؟ Or we just gonna call it okay همون جوری قبلی که بود؟ الان we got to such a high level که به ذاتش هم کمکمون بکنه که بیشتر صدای تورا رو یاد بگیریم، که بیشتر خخمای تورا رو یاد بگیریم. و میبینین که وقتی که میرین تو بحرش همه چی به همه چی ربط داره. میبینین یک داستان سوتا به داستان نظیر، به شاووت، به متن تورا، تمام اینا is all one big picture when you go deep into it. شبات شما.